همه چی در هم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. امروز چهارشنبه است و یه روز جدید و ادامه ولاگ هفتگی. امروز عکاسی نداشتم صبح و حسابی تونستم استراحت کنم. روز عصر باید برم سر کار. کافی کیک میخوام، جواب میدم، کارهای عقب افتادم رو انجام میدم و حسابی دارم استفاده میکنم که 2:44 دقیقه. امروز یه عکاسی دارم ساعت 8 تا شب. بعد از اون قرار عکاسی دوربین آنالوگ بیاره و با اون چند تا شوت تست کنیم. قرار چند تا لباس ببرم با منطقه خانم که به خاطر کیک اومد بالای میز. امروز پنجشنبه است و عکاسی داشتم. یه جای خیلی خوشگل سنتی بود چون که لباسای عربی سنتی بود. اینجوری هم که میبینی یه غروب خیلی خوشگل، ابرهای خیلی ناز پشت سر و اینکه الان دارم میرم خونه. بچه‌ها کلی کار دارن، اتاقم کلی به هم ریخته است، باید مرتب کنم. فردا قرار بریم طبیعت، بعد وسایل رو جمع کنم. بچه‌ها من رسیدم خونه. این وضعیت اتاق، همه چی داره. یه نفس هم کمکم میکنی مامانی؟ اتاقم مرتب، اون طرف مرتب، من این طرف. فقط بازی میخوای مامان؟ داره از که کمک من کنه برای مرتب کردن. اینم از دیزاین جدید اتاقم. وسایلی که عوض کردم رو تختی، تابلوها و وسایل تافی رو با تختم ست کردم. ظرف غذاش، تخت خوابش قبلا صورتی بود، الان مجسمه هم گرفتم جدید، خیلی کیوت و دوستش دارم.
خیلی خوشحالم از تغییرات جدید اتاقم و واقعا اتاقم جون گرفت، روحدارتر شد. عاشق این چیزای گوگلی و خواستم، یعنی دوست دارم متفاوت باشه. 3 ماه پیش فکر کنم اینا رو سفارش داده بودم به دستم رسید، ولی وقت نمیشه. شب که میخواستم اتاق مرتب کنم به ذهنم رسید که بیام اینا رو تغییر بدم همزمان و برای شما ویدیو بگیرم. قرار فردا ببرمتون با خودم طبیعت. تا فردا میبینمتون.